گفتن پشت بگردم. ای ماشاءالله. tak جای ماش منکی. سلام علیکم دوستان عزیز. اینا برادر ادیبک. این برادر مقصد دام آزم ما سه حجامه بود. یک حجامش این بچه مقصد بخش بلندی کرد اومد همین شهر مسکو. حجامش گرفت. حجامش گرفت. این اکم سلادین. اکای ادیبک چی سخن داشت؟ پس کنارشون ده. اکل پشتشون هم میتونه ایکتو بده. پس توش. دیدی برادرو. سرش پوست کردی. پیش ما خیر افتگی اکیشون هم میتونه. مثلا می شرط شرایطی کجای کارمون خیلی اکا. همش خوبه شرایط همش سوزه. حجامه به پول بود یا با پا؟ همش به پول بود. به خاطر چی؟ به خاطر الله. به خاطر الله و دوازمون چی شدی؟ اشتباه کردیم. غالب شدی. این هم خیر. پرامش نخیم اکمو. نه. اکم سلادین چی گفتنی؟ گفتنیم که برادر اینا. در خدمت شما. خیلی دوستان عزیز اینا برادرها. الحمدلله. مقصد نه خونشون گرفته شدیم. اینه ها. خداوند نگهبان تو باشد بیاید در خدمتیم. همین استاد چای ما مقصد برای شما دوستان عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم دوستان عزیز. اینا روزی شنبه امروز اینا برادرها الحمدلله اومدن حجامه گرفتن. این برادری که مقصد ای صحیفه ما ای صلاح حجامه دوازمون چی برید دیو یک حجامه حساب خود کردیمش. کو برادرها مثلا همین شرط شرایط ما خیلی گپ زدن کردن تا. سلام علیکم همه. شرط شرایط 100% الحمدلله این اومده. اما این برادر که برید ما خدمتش اومدیم نه 100% اینا همه چیز جبیو همش سوزه. تا جبیو شما چی گفتنی حضرت؟ همه خوبه؟ همه تنجه؟ کجا شدید با کی بود؟ دیشید وای کو خوری دیگه داشتیم فارو نکه فرو؟ چی گفتنی این مسئله شرایط ما؟ همه صدا؟ نکه مسلم؟ سلام علیکم. سلام علیکم. اینا تفسیر گذاشتن همین چیزا را. برای که اومدن نه بچه‌ها. برای که اومدن بچه‌ها ایشون شما رای. نکه چی گفتنی برای ما شرایط ما چیکارن؟ خیر گفتید. اکثر فویده همه گله. حرمت عزت گپ خبر همه داشت. خوبه. کی بوجا؟ عزیز میشه تا؟ همه سوزه. همه شرایط خوبه نه؟ خوری ان شاء الله. سلام علیکم برادران. اینا امروز بگشتید حال هم برادران ما در خدمت خلقی. چیکار لکه؟ اینا الحمدلله. ما در وقتش خوندیم دختری را برای خاطر همین روز که امروز خدمت خلق کنیم. مدرتی فلشری خیلی با امروز الحمدلله آموختیم حجامه یک کسب خوب است. مقصد بعدی وای با وقت انسان خون میگیری این بدون که کار جگر کار دیل همه ای خوب میشه. هم خیلی فیلتری ماشین حلش میکنه همون خیلی است. هم با پلوسی سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که مقصد برای بغیر مرگ به همه چیز دوا تاکش تو بیای برادرها در خدمت ان شاء الله. قیمت هم نیست. بانک ها ای خدمت هستن سرگردون نشه ای پرسپیک میره ای هر جو نخری بگیری بیای مقصد تو دکومنتو تو فقط ملی ثبت سنه کپاتو استانش دمو هست ابد هست هم از ان شاء الله با تو با این حوض به شما تو میتون با اجازه هستم دل با ابد ابد نه تشکیلی هست. اینا حضرت هست تشکیلی. بله لوبو ابراهیم اینا میشه. همه الحمدلله که اینا با شما تو میتون. ای ساعت قدیم 23 کد شب قریب ساعت 8 نشده کم продуктом то что есть фрукты вот фрукты тёрши ان شاء الله. لوبو ابراهیم ان شاء الله دسترخوان ما برای یا کامون ای فرخوره شوس اینجا شرایطش خیلی اکا مخبولا او گرفتای زنه باقی در امان خدا. علیکم و رحمت الله دوستان عزیز. اینا برادرای این همینجا شکر آمدن روزی جمعه مقصد بعد نماز. خیر حکم سلادین شیر خدا. سلام علیکم. ان شاء الله مایده ایده کار جمعی دست ان شاء الله خیلی برادر زیادن ان شاء الله. خیر این جا که ما بارور اومدیم اپراتوی مساج. سلام علیکم. هم اساده برادر تنجی خوبه کو کدوم عزیزی خوب میتی چخلا شرایطی که اگه ما تا گپ زنی فورا نفراتا که در یوتیوب نیه به حاضر گپ زنی کدوم که می گپ زنی بده شرایطو چخلا اوش چخل بود اوش بهترین اوش در این نوع گپ نیست.
چخیلا شرایط ما اسلوبی ما چخیلا نکن هر یکی اینا شفا می‌آورد با خود سیاه‌ها. انشالله بیان هر یکی بالا انشالله که همه برادرها هستن خدمت شما می‌کنم انشالله. انشالله مثلا حجامت چخیلا تین جایو خدا نگهبان تو باشه بوی خوری اوزی اومده است انشالله در پشتینی بچه که حجامت کرده است پشت نگه پشت بگردون بچه پشت بینیم اوس بگردون پشت بگردون ای ماشاءالله tak idziemy masz minaki بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن